آقا جان به اولین ویدیوی من. میدونم که برای کمی کنجکاو شد چرا اینجوری سلام کردم، ولی واقعا عجیب بود بر خودم. بچه ها امروز من 5 تا چرت و پرت ترین بازی های مایکت رو براتون جدا کردم. قرار دونه دونه بازیشون کنیم. بازی ها به اسمشون بگم: واقعی یا کیک، گرگلی، ببری تو بازی گوشی، شیکمن و پوپکت. خب بریم سراغ بازی اول. واقعی یا کیکه؟ به نظرتون بچه من واقعی هم یا کیکم؟ فکر کنم خیلی میمشو دیدن. میم که نیست. خب بریم سراغ مرحله اول. واقعی یا کیکه؟ بریم کارش. بهش میخوره واقعیه. خدا باید. یس درست بود. واقعی یا کیکه؟ بریم کارش. کیکه. یس درست بود. واقعی یا کیکه؟ بریم کارش. نه کیکه. یس درست بود. چقدر دارم درست میگم. حتی یه مرحله دیگه میریم و دیگه میریم سراغ بازی بعدی. واقعی یا کیکه؟ بریم کارش. بریم دیگه بگیم نه کیکه. یس درست بود. بریم سراغ بازی بعدی. و وقت امتیازدهی دیگه بچه ها. هر بازی که میریم و تا 1 تا 10 بهش امتیاز میدیم. این بازی چون که واقعا بازی کمی خفنی بود و یکم فکر کنم سازندش برای زحمت گذاشته. خب دست خالی ببرم به 4 بودم. بریم سراغ بازی بعدی. گرگ علی